دلم از توست مولی خود بدانش. محبت کن با پیش خود بخوانش. اگر روزی که دیدی خیانت کرد، بگیر بکش ولی مرانش. دنیا رو بگرد، هیچگاه پیدا نخواهی کرد آنی رو که چون من دوستت بدارد و آماده جان فدایت باشد. ترانه بخشیده می شود از نام محمد، بخشیده به دوست دخترش فاطمه. یک روز محمد نامجوانی از عشق کوتاه و صمیمی خود نسبت فاطمه نام دختری قصه کرد. یک روز یک دوستم سیم کارت گرفت، اما از سببی که به نام خودش نبود، بعد از به قیدگیری سیم کارت ها شمارش پر از کار ماند. اما من به خبر از این به ایست برایش زنگ می زدم و نگران شده بودم، ولی شمارش جواب نمی داد. خلاص با واسطه دوستی دیگرم با او در تماس شدم و سببش را مرا فهمانده داد و من خواستم آن شمارش را برایش برگردانم، چون علاقه او را دیگر کسی استفاده می برد. بعداً در مسنجر واتساپ به آن شماره پیشین دوستم نوشتم. خواستم با صاحبش هم صحبت شده سیم کارت را داشته بگیرم، اما او راضی نشد. با همین من با او آهسته آهسته صحبت را شروع کردیم. خیلی احترام داشت نسبت یک نفر دیگر. دختر خوب و خدا ترس و نمازخوان بود. طول 2 هفته با او صحبت کردم که ناگهان و به خبر در قلبم محبتش جای شد. وقتی ابراز محبت کردم باورم نمی کرد. ما هم دیگر را فقط طریق عکس دیده ایم و صدای یک دیگر را شنیده ایم و خلاص. زیرا من در روسیه و او باشد در وطن است، ولی برایم سیمایش هیچ اهمیتی ندارد، نوبسته از زیبا بودنش. چو سخنرانی و صمیمیتش خیلی والاست و همین است که زود در قلبم جا شد و خود به خبر دوستش داشتم با تمام وجودم. بعضا میگویم ای کاش وقتر وارد زندگیم میگشت و این همه زیبایی را وقتر احساس میکردم. من 20 سال باشد 19 سال دارد. یک روز با تلفنش مبلغ گذراندم، با من جنجال شد. سخن آیدی مبلغ نه، فقط اینجا با معرفتیش را معلوم کرد که احترامش نزدم بالاتر شد. میخواهم آینده همسر خودم بسازمش، خوشبختش بکنم، زیرا در قلبم خیلی زود و خیلی والا جای گرفت. دوستش میدارم، حتی از آنی که احساس میکند بیشتر دوستش میدارم. ولی بعضا رشک‌های بیهوده‌اش کمی ازرده هم میسازد، چون این را خودش هم نقص میداند که بجز برای من کسی مهم نیست. فاطمه عزیزم، قول میدهم که همیشه کنارت میستم و تو را خوشبخت میکنم. قول مردانه میدهم که دستت را هیچگاه رها نمیکنم، ولی خواهش میکنم هیچگاه خیانتم نکن. بدترین چیزی که مرا میشکند و دل سرد میکند این خیانت است. فراموش نکن و وقتی که کنارم هستی رهایت نمیکنم، دروغت نمیگویم، خیانتت نمیکنم، ولی تو هم اینها را با من روا نبین. عزیزی، از چشم دور و به دل نزدیکم. جانم فدای با معرفتیت که خیلی دوستت میدارم. واقعا در زمان امروزه کم است یافتن عشقی که واقعی و صمیمی باشد. فاطمه خواهر عزیز، تو وقتی که امکانیت ها هست باید استفاده برد. خوشبختی هم این خود یک امکانیت است که برای نه هر کس در خود را باز می کند. برس به قدر آنی که قدرت را می داند و یک جو شو
به اونی که دوستت می دارد. برای هر دویتان خوشبختی را خواهانم.